کدام نظام انتقال مبلغ عین حال فعالیتش را در تاجیکستان بس کرده است. روسیش به کدام نمودی денежный перевод کدام نمودی سیستم денежный перевод در تاجیکستان فعالیتش را بس کرده است. подсказка نمی‌کردگی. یکمش золотая корона، دویمش Unistream و سومش Contact. کدام سیستم کار نمی‌کند در تاجیکستان؟ دوستان بیاید یک کف کوبیکری دستگیری میکنیم. یعنی وریانت یک золотая корона است. جمعیت سهامی پوشیده تشکیلات امانتی قرض خورد ایمان اینترنشنل عکسی جالب را پیشنهاد نمود. آن آرزوهای سال نو عنوان دارد. صبح امروز سنه 26 دکبر در بازار مرکزی پنجشنبه با گروه ساکنان طریق سوال و جواب گذراندند. مقصد از جلب میزاجان به بانک ایمان است. امروز ما اکسی آرزوی سال نوی خود را به میزاجان پیشنهاد کرده ایستادیم. این اکسی بسیار اکسی خوب می باشد و فایز ها پس کرده شدند. باز این برای همه میزاجان امکانیت میدهد که آنها قرض ها را زود، تیز و در مدتی کوتاه گیرند. باز آنها به همه میزاجان همچون потребительский داده میتونیم این را. بسیار اکسی است. به میزاجان معقول از روی این طلبات بسیار موثر. در عکس امروزه ساکنان و میزاجان فعال تشکیلات امانتی قرض خورد ایمان اینترنشنل به 60 سوال کارمندان این نهاد پاسخ دادند. آنهایی که به 3 سوال بدون اشتباه جواب دادند صاحب تحفه گردیدند. تحفه های سال نو از پیچ های برقی گرمی دهنده در زمول عبارت بودند. سوال ها بیشتر به نظام بانکداری علاقمند بود. سوال درباره همین بانکی درباره بانکی آمد، درباره بودجت اولیوی آمد و درباره همین چخیل پول گفته چطور کارفرما بودن برای چخیل درباره همین ساحه کاری خودم اومد. درباره همین وای سکن بیزنس همه سوالات جواب البته همش آسان، همش رای بود، به طور آسانی بود. به ممنونیت من به سوالهای آنها جواب دادم. تشکیلات امانتی قرضی خورد ایمان اینترنشنل اقدام آرزوهای سال نو را از 1 دکبر آغاز کرده تا 30 ینوری سال 2023 ادامه می‌دهد. مقصد آن جلب ساکنان و میزاجان به خدمت رسانی‌های بانکی میباشد و بلند برداشتن دانش مالیوی اهالی ولایت سوخت است. حقیقتاً بازی راست بوده است. من راستی بازی خیلی میبرم گفتگی نبودم و من دلم به برامده نبود. دوگانم براتی یک خودت بینکی میبری گفتگی. گفته می شود که در ادامه اقدام مذکور پگاه در بازار سامان نیست چون این بازی شوق‌آور به راه مانده می شود و آنهایی که به سؤال کارمندان بانک پاسخ می گویند صاحب تحفه خواهند شد. گزارش مفنوشکور و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر. اون رقم مشخصی از ناسپارنده هست اشتراک نماید.